پدر مادر وقتی که از خانه پدر مادر رفت هم اینا در گردن شوهر و خسر شمان می شود. برای همین نکاح را خداوند اینقدر عبادت بود از نکاح را. وقتی که آدم آیله دار می شود قدیم آیلش گم می زنه خداوند ثوابش می نویسد. تمام عملاش را خداوند ثوابش می نویسد. این نکاح حلالی نکاح شریعتی هم خیلی ای برادر. زن خداوند قیمتش به حد بلند کردگی است. اگر ما و شما یک مثال به شما را حضرت موسی را میارم، حضرت موسی دختر حضرت شعیب را میگیره. حضرت شعیب میگه که 8 سال ده مردگی میکنیم. نگاه که اینجا در خواهرهای بزرگ نگاه کنیم به قیمت های خودتون برسیم که خداوند اینقدر قیمت بهای بلند دادگی شما را. 8 سال دختر حضرت شعیب برای حضرت موسی 8 سال ده مردگی میکنه.